سلام بچه، چطوری؟ خوش اومدید اول ویدیو چنل. بچه ها امیدوارم که خوب باشین. ویدیو برای کسی که تازه اومدن وارد بازی شدم و میخوام با چیزی بوده 100 تا 111 این سکه یه تیمی با اوورال 99 داشته باشن. و بچه این چنل من رو ساب کنید، کامنت بذارید، لایک کنید و زنگوله بغلشم بزنید که هر وقت که من برای شما عزیزان یک زمانی ویدیو گذاشتم تا با خبر باشید. بچه من این تیکر دارم صدا گذاری میکنم که این مثل دکتر تو بگم. بچه توی این ویدیو من ترکیبم از صفر ساختم، یعنی همه رو فروختم و از صفر قشنگ براتون یه تیم رو ساختم. مثلا بازیکنی داشتم اینا رو گفتم اوور 99 دارم. آف کورس هیچ مشکلی هم نداره. من میخوام یه تیم اوورال 99 کنمش. این چجوری؟ دقیقا سوالیه که میپرسید. الان بهتون میگم. الان با یه جیک همه این بازیکنای خفن پر میشه میرو هوا. ناکن 3 2 3 2 من اون تیمو فروختم. بچه ممکنه ضرر خیلی بزرگی ببینم واقعا از این شورت ویدیو و ویدیو. واقعا حمایت کنید، ممکنه ضرر خیلی بزرگی دیده باشم در این راه، ولی خب اوکیه، هیچ مشکل نداره. این بازیکن رو من قرار نیست فروش بره، یعنی حالا اگر تا آخر ویدیو فروش رفت که رفت، اگر نرفت که من یه قیمت کلی بهشون از این میگم و اینا. بچه نها کنید اول که واسط چیزا اینو میشه. بچه سعی کنید هر چیزی رو که میخواید بخرید از چیز هالووین بخرید، چون ارزون و به صرفه و خوبه. خب ما الان مثلا میخوایم چی شکلیم؟ این تو قیمت های پایین، توی رنج 20 میل 15 میل 19 میل این قیمت ها میای ببین 99 باید باشه دیگه. میای داری میچرخه میبینی که خوبه، قیمت رو خوبه و اینا میپایین. خب میگی من اول همه استی میخوام، استی 20 میلیونی که نه 19,900 خوبه، اینو خرید میزنی. این میشه 102 101. حالا تو ادامه بهتون میگم چجوری میشه. خب من اینو خریدم. خب میریم که میگم که آقا من یه الوی هم میخوام، یه آروی هم میخوام. پس یه اینجا چی داشتیم؟ ما یه آروی داریم و ما یه الوی میخوایم. حالا اون آرویه رو بچه اسمشو میتونید ببینید. حالا در آخر میگم بهتون همه چیز اوکی و ساخت یه تیم خفن و نشی مشالله. خب اینجا هم یه الوی میخریم با قیمت 20 میل. خط حمله رو بچه سعی کنید اکثر در اولویت قرار بدین، حالا زیادم چی نکنید. این دوتا رو خریدین. قبل از اینکه بخوایم هر کاری بکنید بچه اینجا مثلا خود بازی کنید، نه همه جاهاشم بهتون میگم. ببینید مثلا من الان یه CAM کاکا دارم، CAM 99 کاکا رو دارم، CM 98 هم دارم. پس من خب دیگه لازم نمیدونم بخوام این دوتا رو بخرم. اوکی تا اینجا اوکی همه چی اوکی. یه CB 96 دارم که خب میذارمش اینجا جای روجیگه. اوورم همینقدر راحت شد. این کارواخا رو اینا رو کارواخارم بچه خودش رو میده. حالا میگی خب من اینو چجوری به دستی بیارم؟ اصلا سوال خیلی خوبی بود. بچه اون دوتا آیکون ها رو باید بین توی آیکون، این بخش آیکون و بخش اول ای بازی کن که کینم الان بهتون یکی کین بخش اول رو بازی، پیج 4 رو بازی کنید. یکی هم ارزم به حضورتون که فلون 3 و پیج 4 رو بازی کنید. اینا واقعا چیز خوبیه و پیج خوبیه و چیز خوبی هم میتونید ازش بگیرید. حالا اون یکی بازی کن و بین تو بخش بلوندور و
بذار وایسی بالا بیاد توی بخش بلون دور، توی بخش ماین و اینجا وقتی برین جلوی روزها میتونید با این بازیکن و حتی ژائو فیلیکس که جفتشون 96 دست پیدا کنید. این جلوتر هم یه استی میتونید، یه کرایوف سی ام 98 میتونید دریافت کنید. همینقدر ایزی ساده. بله بس مشکلی در مورد اینا نداریم. اوکی. حالا ما میریم که ببینیم مثلا چه کاره این چند مرد علاجه. ما الان اینجا چیکار کردیم؟ این دوتا رو کلیم میکنیم، دونه دونه میذاریم، خل نداریم، نمیخوایم که اشتباه خرج کنیم پولمون. یه اسی 99 داریم میذاریم، یه دونه ایلوی 99 داریم، اوورمون میشه 103. خوبه 93. الان با همه اوورم کارمون راه میفته، ولی خب ما هدفمون بزرگتر بهتر. الان ما به چی نیاز داریم؟ CDM و LB. CDM و LB خیلی نکته مهمه. CDM و LB میایم توی سخت سرچمون CDM میخوایم و LB میخوایم. آقا کار سختی نیست. CDM و LB میایم پایین CDM و LB. خب من دارم میام مال CDM و LB هستم با همون قیمتی گفتم. CDM 15 میلیونی میخوام بگیرم. قشنگ بچه ناکنید من کجا چه بازیکنایی رو میخرم، شما هم با روش من بخرید. CDM و بچه ها من میخوام 15 میلیونی بخرم، ولی نه. CDM چیزیه که باید چیزش بالا باشه، رنکینگش بالا باشه. سر همین CDM 20 میلیونی رو اوکی میکنیم. گفتم چی میخوام؟ یه LB میخوام. LB رو باید 15 بگیری. LB 15 میلیونی 98. کار را به انداز خوبیه. سریع هم میخرم این بازیکنایی که دارم بهتون میگم. و بچه این بازیکنم میتونید بخرید، اسمش آلمیرونه، بازیکن خوبیه. آلمیرون که بهتون گفتم، آلمیرون بازیکن خوبیه، ولی خب یه ذره بد فروشه، ولی خب میتونید نگه دارین و اینا. بازیکن بدی نیست. حالا بریم این دوتا رو هم بذاریم. خب اینجا یه CDM من خریدم، اوورم میشه 94. یه LB هم 98 میذارم، اوورم میشه 96. میتره کنم. حالا من میگم که من یه CB الان اینجا نیاز دارم با یه GK. CB و GK میگم اوکی. یه CB و یه GK. CB رو باید 15 میل بزنیم. خب پس ما میریم دنبال یه CB 15 میلی. یه CB 15 میلی اگه من اینجا پیدا کنم که عالی میشه. یه CB 15 میلی اوکی شد، جور شد. اوکی دوباره اون گوش. حالا یه GK هم میخوام، یه دروازه‌بان. GK یا بچه ها میخوام 20 میلی بگیرم، چون که دروازه‌بان باید خوب باشه. خب الان من فقط یه آروی میخوام تا تیمم تکمیل شه. یه آروی تا 20 میلیون. ببینم آروی 20 میلیونی آیا من دارم اینجا. آروی 20 میلیونی نمیتونم بخرم، یعنی با تخفیفش نمیشه. آروی 20 میلیونی بایستید یه لحظه. در آروی زیاد ساخت پیدا میشه. آروی حالا 20 میلیونی ندارم، به من ندیدم. 98 شو میخرم. اوکی مشکل نداره. این 6 میلیونم نگه میدارم، بعدم با شکلات بخورم. هیچ کاری شدم. خب بالاخره هست. حالا میام توی بخش کلاب، یه دونه آروی 98، CB 98 که اصلا پشمش حساب نکرد بازی، و یک عدد GK که اوور منو به 98 ارتقا میده.
خب من الان اینجا یه مثلا به قول معروف یه چیزی دارم. ببینید مدل ما الان اینجا 96. پس ما نباید مدل 96 داشته باشیم. پس من میرم چیکار میکنم؟ من آقا میگم رونالدینیو بیاد اینجا، مدل رو میفروشم. من باید یه CDM بهتر بخرم. پس میرم توی مارکت مدل رو میفروشم. سیل به قیمت 19 میلیون، 1 میلیون ضرر. ولی خب همینه. از وقت آدم اشتباهی میکنه. CDM بچه چیزی که من خریدم، ولی مثل این که ما اینجا پست CDM داشتیم و CM میگرفتیم. CDM نمیخواستم و CM میخواستم و خب یه اشتباه به شدت بد بود این اشتباهی که من کردم. چون اصلا اشتباه مرتکب نشین. حالا خدا شکر فروش رفت. پس من اینجا دیگه میام تو پروگراماش میزنم CM میخوام. یه CM برای من پیدا کن. CM رو میخوام 20 میلی بزنم. یه CM 20 میلی 99 حالا 2800 یا آره دیگه این گیرون ترین CMیه که با 20 زیر 30 میل میتونید بخرید توی اون منطقه. البته میای اینجا پلیرمون رو کلیم کنیم. ببین چقدر سریع برمون پلیر رو کلیم میکنیم. این توی کلاب و یه CM 99 میذاریم. تدا اوور من 99 بود. 3 3 4 1 و اینجا هم 3 3 4 1 ترکیبم هست و اینجوری. حالا میگی خب چرا من اینجوری نیست و فلان. بچه شما این کارت ها رو که دیگه دارید، یعنی مثلا وقتی تسکو اینو انجام میدین، بذاریم بهتون بگم چه کارت هایی هستن اصلا اینا. میین توی بخش بلونادور کنم بود یه دونه. آره بچه نگاه کن اینجا میین توی این و این بازیکن رو به قیمت 600 تا میخرید. مثلا میخریدش. ترید هم هست، میتونید تریدش هم میتونید این بازیکن رو بکنید و جی ستینگش هم 22 روز دیگه. اینترو گالری و اینجا هم میتونید از گالری بچه هم جایزه دیلی بونوس بگیرید. من اینو بزنم. مرسی نوکرم. آره. بعد با این حالا چیکار میکنید؟ میگین که میریم توی مارکت. میگیم که آقا جان من اینجوری نمیشه. من الان مثلا یه CDM 91 مثلا اسمش چیه؟ CDM 91 میخوام. به مثلا میگیم اون چی جوریه اصلا داستانه یا چی جوریه اصلا ایناش اصلا نیست عجیب غریب اصلا پشمون. اینو که بخرید اینجا ببخشید و رنکاپو میزنید و اینشون رو آپگریدش میکنید و گویدش لول 100 زیبا میشه. مال 101 بود. باید میتونید یه چیترش کنید و اوورال 99 به همین سادگی یک اوورال 99 تیمی با ارزش 278 میلیون 400 اتک استی 100 و این مدل داشته باشیم. حالا بریم یه گیم پلی هم با این ببینیم. خب اوکی ارو کورنل بازی شروع شد. یه کلمه توی دروازه به این زیبایی CB گل میزنه. من اومدم تو بخش آیکون. این